سلام و درود به تک تک دوستان عزیزانی که این ویدیو را تماشا میکند. من نثار احمد حکیم باز هم با یک ویدیو جدید در خدمت شما دوستان عزیز حاضر شدم. امروز میخوایم پروگرام و عیار و نصب سولارها برای واتر پمپ 4 را برای شما آموزش دهیم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید تا که نکات های مهم ویدیو را از دست ندهید و همچنین اگر از این نوع ویدیوها خوشتان میاد کانال ما را سابسکرایب کنید و تکمه زنگوله را همچنان فشار دهید تا که ویدیو ما بگذاریم در خدمت شما دوستان عزیز حاضر شود. بریم سمت ویدیو. خب دوستان عزیز، این به حساب اینویت 11 بر 15 کیلووات می باشد و همچنان لاین های واتر پمپ است و لاین های سولار است که برای شما مکمل بسته‌کاریش را برای شما آموزش می دهیم. و این اینویت می باشد که درایو اینویت اصلا خودش درایو VFD نام دارد و اینویت اسمارتو و یا دیگر سیستم هایی که نام هایی که نوشته است یا کلشان اسم های کمپانی می باشد، نه اسم های خود درایو به نام VFD یاد می شود که CH100A نامگذاری می شود. و اگر می خواهید تمام مکمل سیتینگ اینویت را به من یک ویدیو آموزشی آماده کردم، شما می توانید در لینک دیسکریپشن این ویدیو هم آن ویدیو آموزشی را به حساب ببینید که اینویت چه رقمی روشن می شود، چه رقمی کار میکند، کدام گروه به چی معنی و در کدام حالت به چی معنی می باشد. ما این را باز میکنیم. این را باز کردیم، یک شرح کوتاه برای شما دوستان عزیز می دهیم. اینجا میبینید بسیار پارامترها به حساب جاین هایی دارد. از قسمت به حساب سمت چپ شروع میکنیم که اولا به حساب علامه آرت است. آرت میفهمید که چی معنی میدهد. اینجا مثبت منفی و پی وی سیستم مثبت بر پی وی می باشد. در اینجا مثبت و منفی لاین های سولار نصب می شود. در اینجا که RST معنی پاور داده، وقتی شما برق زنده 3 فاز دارین اینجا RST 3 فاز برق زنده تون اینجا واژه وارد میکنید و در مثبت و منفی لاین سولار وارد میکنید. چون که ایان از ما اشتباه نشد، چپا نشد، چون که کاندکتور کلی یا به حساب کاندکتور تقویت است، نه کاندکتور به حساب برحال است که یک مقدار ذخیره کنه. کاندکتور فارادش بسیار بالاتر است. اگر چپا بزنید احتمال سوختن اینویت 100% است و احتمال به حساب خرابی جان خود ما می باشد. به خاطر ما همیشه در RST میزنیم که لاین اینویت را اگر چپا بزنیم راسته بزنیم خودش تنظیم کرده برای ما مثبت منفی را تعیین کرده میره. و اگر شما 3 فاز همچنان دارید و لاین سولار دارید، شما با لاین به حساب پاور لاین برقتون را وصل میکنید و در RST وجود نصب میکنید. این به حساب برق زندهش بود. و همچنان موتور که نوشته است UVW به معنی که شما 3 لاین یا 3 فاز را از اینجا شما استفاده کرده میتوانید که یو در هر رنگ را وصل کنید به حساب موجب چپا و راسته کرده میتونید. و این علامه همچنان آرت است که آرت به او آرت شارت است و ما سیستم آرتینگ نداریم در خانه خودمان. و سولارها را متوجه میشن دوستان عزیز که 8 تخت سولار 5500 وات جینکو می باشد، 20 خط. سولارهای نو آمادگی است، بهترین امپیر داره و تمام سولارها را ما با شکل سیریز مثلا منفی مثبت منفی مثبت منفی مثبت وصل میکنیم. چون که در این قسمت که منفی مثبت وصل میکنیم ولتیج سولارها بالا می رود. ببینید این قسمت به مثبت شما گرفتیم، منفی و اوت سمت وصل کردیم و همچنین تمام تخت‌ها را با مثبت منفی وصل کردیم. و این به حساب اتصال کوتا یعنی جریان سولارها می باشد که شما دقت کنید لاین های سولار را در دست نگیرید، خرابی میکند. و تمام شما ما تنظیم کردیم، باید به این شکل تنظیم کنید. شما با یک کلفتک وقتی که اینویت را برق وصل کنید یک کلفتک وارد کنید. این واتر پمپش می باشد که لاین هایی را ما جاین کردیم. لاین ها باید هر 3 لاین در یک قسمت به حساب پوست نشود، یکی پایینتر، یکی آخرتر، یکی مایبندتر باید وصل شود. و اون چایش می باشد لاین های این به حساب اینویت را ما نصب کردیم در RT یا در RST یا هر کدامش نصب میکنیم در اینجا نصب کنیم. اینویت که به حساب کلفتکار ما که وارد کردیم اینویت من روشن شد. خب دوستان عزیز، اولا تکمه PRG را وارد میکنیم و اینجا P0 میاد. هر روشنی آمد که این را پایین میاریم به PB را دیتا انتر میکنیم. PB را دیتا انتر کنیم، PB00 را میرسونیم به PB04. اینجا را که اوکی کنیم 80 است، 80 به حساب میگذاریم 80 و PB05 را دیتا انتر میکنیم. اینجا باید ما را 5000 بگذاریم یا 50 هرتز، چون که اشاریه داره زیاد 5000 میگه و همچنان دیتا انتر میکنیم. و در PB7 نیریم و در اینجا 130 را 150 میکنیم، چون که به حساب وقتی که در خاموش شده خرابی نکند و واسطه تکمه PRG از پروگرام میبرایم. و اکنون اینویت ما رو روشن میکنیم
میبینید دوستان عزیز که این وید در حال روشن شدن است و فرکانسش 31 تا 30 رسید، چون که آفتاب هم ضعیف است و حالت دیگر است و همچنان 8 تخت سولر می باشد. سولر ها چون که قوی هستند جریان زیادتری دارد و خوبتر کار میکند. میبینید دوستان عزیز که آب را از فاصله حساب 4 یا 50 متر است، گل یا 10 متر و 20 متری تا کردیم و همچنان باز 20 متری به حساب ریک کشیده است. اگر از این نوع ویدیوهای آموزش خوشتان میاد لطفاً چنل من را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را حتما فشار دهید، چون اگر دکمه زنگوله را فشار ندهید برای شما ویدیو آموزشی من نمی آید. و همچنین اگر ویدیو خوشتان آمده باشد لطفاً ویدیو را لایک کنید و با دیگر دوستانتان شریک سازید. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار شما.